سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل بنانا فامیلی. من ابراهیم هستم و امروز اومدم که 5 تا از جدیدترین بازی موبایلی رو بهتون معرفی کنم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره که باعث دلگرمی ما میشه و ممنون میشم که تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. این بازی که میخوام بهتون معرفی کنم بازی شبیه ساز سوپرمارکته که من اسم همه این بازیایی که معرفی میکنم و توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. خب شما توی نقش یه فروشنده سوپرمارکتید که محصولات مختلفی رو میخرید و میارید میچینید روی مثلا به این شکل میچینید و میتونید قیمت گذاریشون بکنید. اینش خیلی جالبه. بعد که چیدید باید کارتونا رو بندازید سطل آشغال و مثلا من روی این یه قیمتی میذارم، گفته که $5 مثلا بالاترین قیمت من میذارم مثلا همینقدر. خب حالا این بخش این بخش باید بزنید فروشگاه اوپن باشه یا کلوز باشه. الان فروشگاه بازه، نگاه کنید اوپنه. منتظر میمونیم تا مشتری بیاد. توی این قسمت ما میتونیم محصولات مختلفی سفارش بدیم برامون بیاد که بعدن یخچالینا که بخریم اینا هم باز میشه برامون. میتونیم لایسنس های مختلف بخریم یا از اینجا کارگر بر خودمون مثلا استخدام بکنیم و این داستانا. الان میبینید که مشتری اومده اون سمت داره وسیله هاشو برمی داره. ما باید از اینجا حساب کنیم. هم به صورت نقدی داره که الان میگه $2.46 برگردون. حالا من میزنم 5 و بعضی هم مثل اینجوری به صورت دستگاه کارتخانه که 9.54. خب بعد که یه ذره خرید کردید الان ببینید من $166 تقریبا پول دارم. میتونم بیام از اینجا محصولی که میخوام و انتخاب و حالا این 2 تا شد، یه دونه‌شو میخوام دیگه. توی مثلا یه دونم از این میخوام. سبد خرید که میدیم این 2 تا میتونم یه دونش بکنم. اینو که بزنم خرید رو انجام دادم و باید بیاد اینجا. فعلا نرسیده. اینم یکی از جعبه هاست که من تازه خریدم و الان میبینید که اینجا خالیه، باید بچینم آرد. بعد که تموم شد اینا میبینید محصولاتمون دارم میان، اینایی که سفارش داده بودیم. میندازیم سطل آشغالو، باید قیمت بذاریم براش. قیمتش هم میذاریم مثلا همین. خب این از این بازی بود. بریم سراغ بازی بعدی میخوام بهتون معرفی کنم. بازی Getting Over It که واقعا یکی از میتونم بگم سخت‌ترین بازی‌های اندرویدیه که یه مردیه که داخل یه دیگ گیر کرده و ما باید با کمک این حالا یه چکش مانندیه ما باید این صخره رو بریم بالا و این مرد رو نجات بدیم. بازی بسیار اعصاب خورد کنیه و خیلی وقتا اصلا نمیشه رفتش، یعنی تا یه جایی میری بعد یه جایی کلا گیر میکنی. من یکم این بازی رو براتون انجام میدم شما ببینید. خب اینو سراغ بازی سوم که یه بازی فانتزی طوریه که 2 تا آدمک ژله مانند که
همون پاس دیده میشه گفت، روبروی هم با اسلحه های خودشون جنگ میکنن. یه بازی بسیار سرگرم کننده ایه که الان اینجا براتون نشون میدم. اینجا تو این قسمت روی میزنیم تا گیم بالا بیاد. خب ببینید 2 نفرن که یه حریف آنلاین دارید. اینو میارید بالا و شلیکو میزنید. ببینید الان ما باختیم و حریف ما برد و سکه ها رو اون گرفت. تو این بازی تو این سکه های مختلف جمع کنید، آدمکتون رو عوض کنید، اسلحه هاتون رو عوض کنید و کلی کار مختلف توش بتونید انجام بدید. کلا بازی خیلی سرگرم کننده و باحالیه. ببینید بازی اینجوری هر دورش چند مرحله داره که هر لول رو که ببرید سکه های بیشتری میگیرید. الان ما دوباره باختیم. اگه میبردیم این سری بهمون 4 تا سکه میداد. هر سری 2 برابر میشد. سری بعدی 16 سکه، سری بعدی سکه های مختلف. میریم سراغ بازی 4. بازی 4 شباهتی داره به بازی دوممون که باز هم اینم بازی خیلی سختیه که باید از یه صخره‌ای به این شکل ما بالا بریم. که هر موقع مثلا الان دست راست آبی یعنی گرفته، میریم بالا این شکلی، باید خودشو نجات بده به این شکل. خیلی بازی سختی و خیلی هم سرگرمتون میتونه بکنه. یا مثلا میبینید که یه چند ساعتی نشستید پای این بازی و کلا خیلی بازی باحال و سرگرم کننده ای. بازی سرگرم کننده یه ما اینجا یه آدمکی داریم که آبی رنگ هستش و از توی این میتونیم اسلحه های مختلف و توی لیول های مختلف به دست بیاریم. با سکه هایی که به دست میاریم میتونیم برای کاراکترمون کلاه، عینک، لباس های مختلف بپوشونیم و همینجور شخصی سازی کنیم کاراکترمون رو دیگه. بازی رو شروع میکنیم. یه بازی آنلاینه که ما 3 تا گروهیم که هر گروه 3 نفر است. ما باید مثلا ما که رنگمون قرمزه همه جا رو با رنگ قرمز پر کنیم، یعنی مقابل حریفمون که مثلا سبز رنگه یا آبی رنگه بتونیم مثلا ببریم و ما رنگ بیشتری رو یعنی رنگ قرمز بیشتر رو توی اون محیط پر بکنیم. باید بریم سمت منطقه مثلا رنگ سبز و این یه سری محیطشون رو کلن با قرمز رنگ بکنیم که برای خودمون بشه و هر گروهی که ببره سکه خودشو میگیره و میتونه با اون سکه ها مثلا کاراکترش رو تقویت بکنه یا لباس های مختلف بپوشونه.
خب دوستان، اینم از 5 تا بازی که بهتون معرفی کردم. ایشالله که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. یه کامنت هم بذارید که یه حمایتی هم شده باشه از ما. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.